الحمد لله رب العالمين. سبب پنجه شوان سببا اوید خشوع بمروی پیدات کن و حضر مروی سر نویجا مروی بد دا مروف خوشی جه ببیند دا سهو و خلطیت مروی کم ببن و دا ببد نویجا که درست برای مرویش خرابی ها ورگرد اش سبب پیدا بینا خشوعت نویجا دا او وقتی مروف قرآنت خوینت مروف آیات خواه مقطع آیت بخوینت. روایت ابو داود دهاتی شیخ ابانی صحیحت که دی کما سلمه جنگا پیغمبری علیه الصلاة والسلام بجد خاندنا پیغمبری علیه الصلاة والسلام آیت بی السرد آیات راوستا بسم الله الرحمن الرحیم دی راوستی باشی الحمد لله رب العالمين و دی راوستی باشی الرحمن الرحیم هوسا آیت دی راوستی أفا سنة پیغمبری علیه الصلاة والسلام چنکی بیا وکری مروف جواب کد و بد سببك خشوع بمروفی بيت ومروف سرخوبت و هادئ بد پتر هزرا مروفی السر نویجا مروفی بفجا مروف آیات خواه مقطع بخوینت السرت آیاتا دست بکت و الدیمای کت آیاتا براستت بیک وانا کت دا مروف مرتاح بد هادئ بد نویجا خدا و خشوع پتر مروفی بمروفی بيت و سنة کش سنة پیغمبری صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.